خیلی از خانوما عادت به غنچه کردن لب‌هاشون دارن و در این حالت شما متوجه خطوط عمیقی که پشت لب‌های بالایشون هست میشین و بعضی از خانوم‌ها هم به خاطر این خطوط از جمع کردن لب‌هاشون منصرف میشن. ماهیچه حلقوی دور دهان کنترل لب بالایی و لب پایینی رو در اختیار داره. تمرینی که الان میخوام به شما یاد بدم باعث تقویت ماهیچه‌های لب بالایی میشه و خطوط کوچیک و بزرگی که روی این لب هست رو محو میکنه و به تبع شکل بهتری به دهان شما میده. جلوی آینه بشینید یا بایستید. نفس عمیقی بکشید، نگه دارید، رها کنید. پاشنه هر دو تا دستتون رو به هم بچسبونید. در این حالت انگشتای شستتون رو به حالت وی داخل دهان قرار بدید، دو طرف دو گوشه دهان. و لب‌ها رو در حالی که چک میکنید هیچ چروکی روی لب یا اطراف دهان نباشه به طرف خارج و بیرون بکشید. در این وضعیت سعی کنید ماهیچه‌های لب بالایی رو به صورت غنچه درآرید. این حالت رو نگه دارید 5 ثانیه. 1 2 3 4 5. رها کنید. نفس عمیقی بکشید. این تمرین رو 3 بار دیگه هر بار 10 ثانیه انجام بدید. چیزی که تو این تمرین خیلی مهمه اینه که منطقه بیضی بالای لب‌ها کاملا صاف و بدون چروک منبسط بشه. تمرین بعدی ما باعث تقویت عضلات ریز زیر چشم میشه. البته توی هفته‌های بعد ما تمرینات پیشرفته رو برای عضلات چشم خواهیم داشت. کاملا صاف جلوی آینه بشینید یا بایستید. سرتون رو صاف نگه دارین بدون اینکه بالا یا پایین خم کنید. مستقیم رو نگاه کنید و خیلی آهسته چشم‌هاتون رو به طرف بالا ببرید و خیره به بالا نگاه کنید. در این حالت چک کنید تا سفتی عضلات زیر چشمتون رو حس کنید. این حالت رو 5 ثانیه نگه دارید. 1 2 3 4 5. رها کنید. 3 بار دیگه هر بار 10 ثانیه این تمرین رو انجام بدید. دقت کنید که چشماتون رو لوچ بالا نکنید. در حین انجام این تمرین ممکنه که به خاطر خشکی چشماتون پلکاتون به هم بخوره که این مشکلی برای انجام این تمرین ایجاد نمیکنه. همیشه با یه صورت تمیز در حالی که مرطوب کننده زدین به رخت خواب برید و این کار اساسی رو قبل از استراحتتون انجام بدید. برای ماهیچه‌های دور چشمتون حتما از کرم دور چشم استفاده کنید. دقت کنید که پوست ناحیه زیر چشم رو به هیچ وجه نکشید یا نمالید، چون عضلات این قسمت بسیار ظریف هستن و نیاز به محافظت دارن.